خوش آمدین همه کسا. سوزن خوبین؟ سلامتیتون خوبه؟ دخترای خوش رو صبح همه شما بخیر باشه. چخیر اپا جان سازی خوبی؟ سلامتیت خوبه؟ چی حالت داره؟ اپای کزن شما چخیر سازی؟ خوش آمدین همه تون. دیل جان سازی نغزش شکرانای خدا شما سازی نپا. وای 37 50 شو بابا چه؟ ما وای کرده امی بگه ای ساعتی 8 خواب بودم 8 نیم باشه خواب بودم تا ساعتای دی شو خستم نماز خوندم خفتن خوندم با نماز نفل خوندم و امی تا ساعتای 5 سهر امی و آیت های قرآن رو گوش کردم آیت نیسا دیگه خوابم نبرد با سهر خستم گفتم اینو ای پلامر کرد گرفتگیان گفتم افتر میکاپا نمیکاپا همی سوره ها را مونم کو اپای مریم جان سازین خوبین چو کدین مزتون نشید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام مسلمانا سازین انشاءالله. شکرانه خدا داده جان خودت سازی سلامتیت خوبه دیگه افیر کردیم من خبر نداشتم خواهیم سلامتیم خوب نبودم دیگه خواب کردم نمیدونم ندیدم سهر دیدم. خوش اومدین دوستان. چی اپای کزن چی گم کردین شما ناامدیدم. مریم جان رحمت شما ساز باشین من ساز نیستم که یک دودرک اسلامی داشتم گمش کردم. کی گم شده اپای کزن؟ دگجا گم شده نفهمیدم. نمیدونم همون سوره ها رو گوش کرده با خو رفتم نمیدونم خوام نبرد نواشنی در گوشم گوش کردن که دگری رای ششتم. خزانه تاجیک السلام علیکم اپا جان و علیکم سلام خواهر جان خوش اومده. صبحتون بخیر باشه دوستان عزیزم کسا خوش اومده. سلام علیکم اپا جان سوزن خوبه اپا جان سلامتی خوبه. اسماعیل جان خوش اومده. خواهر جان سوزن شما سلامتی خوبه فرزندکات سوز. فرزنده شکرانه الله شما سوزن میگه امامت رحمت رحمت فرزنده خوش اومدی. اسماعیل جان خوش اومدی. شکر خدا سوزن شما سوزن شکرانه خدا شما هم سوزن خوش اومدین همه پسر. ما در ساعت 7:41 هم که کمی دیگه خواب روم شما خواب روین من سهر خستم همی تلفن رو گیرم کردم امر معروف مونده بودم گفتم سهر کتی کی باور کردم
بسیاری پرسیدم گفتم به آغاز مبرارم از با میمانم نمیدونم افتر داره نداره که میفورم فقط گوش کرده بستم ها پای که کازانجام بوی گرده و رفته گرده و کدستم السلام علیکم و علیکم سلام مادر تجی اپا جان خوش آمدین سازین خوبه مادر هفت چیلده نوشه فقطی دخترچم روی کردم اکو اقلق لالا کنم چون دیله ساعت ها چند شی ساعت های من 1025 سازه خوبه این همه کسا مادر تجه میگرد مرم رنگ اپای مریم استادم که دادر کزن کجا در گم شده کی باشه اپای کزن نگفته کو کی گم شده مهری مادر خوش آمده خواهر جان سازی سلامتیات خوبه اسماعیل جان ما ساز میگه اپای کزن ای سهر خوب نمیرم میفورم تا 10 خواب رم من می شب ساعت 2 خونه رفتم بیدار بودم نواشنیک در گوشم همی سوره قرآن آیت نسیار بسیار دوست میدارم فقط میفورم که گوش کرده بست مای دیگاش گوش نکردم فقط امورا گوش دارم درست شد من شفا نو روان کردم مایده بیداره که خواه روان کودکای ما بخدنای همه چی باشه جواب بخدنای خانه دم که باشه کودکای ما ساعت 5 میخزن خدمون نماز خونی میخزن و آیا میخزن خیلی کودکای خولا نیستن شکرانه الله سازم از شما پرسیم اسماعیل جان میگه مهری مادر اولوی ساعت 6 بیداره میگه من ساعت 2 شب بیدار بودم مادر تجی کردیگن پوشیده گرمه گشتین دیگه زنگ نمیزنین میگه مریم بزنده مادر جان سوزین خوبین انشاءالله میگه اسماعیل جان خواه ساعت 12 میخزه کودک خور و خیلی بر وقت میخزه نمیمونن تا که خواب روی این کودک های من خیلی میخزن نه جاشون خستن مولتیگ میمونن بچه ما گسیل کنم دخترها باز میام در گسیل کنم باز میام فآتوهن أجورهن